فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادرمون حشمت الله از کابل سوالشون این بود که نماز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای راشدین رضی الله عنهم اجمعین چطور بود و یعنی ادامه سوالشون اینه که این مذاهب که این اختلافات رو دارن در بین هم دیگه از کی ایجاد شده؟ ببینید نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی هست که در احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان شده. ما که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ندیدیم، حتی ائمه بزرگوار ما، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، هیچ کدوم از اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ندیدن و این احادیث و عملکرد رسول الله، گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط اصحاب و توسط راویان به ما و به ائمه ما رسیده و ما از نظر شرعی موظف هستیم آن گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز می‌خوندند نماز بخونیم. رسول الله در حدیث فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، نگاه بکنید من چگونه نماز خوندم و نماز میخونم، شما هم این گونه نماز بخونید. الحمدلله در احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم و خصوصا در کتاب‌های مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم روش نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً برای ما بیان شده. اما این که چرا مثلا در این زمینه شاید مثلا فلان امام یک نظر متفاوتی رو دارد، من این عرض بکنم که اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد در دامنه و گستره فقه اسلامی، تمام این در واقع اختلافات اولا و عدم اولا هست. یعنی این که این کار را بکنیم بهتر هست، این کار را انجام ندهیم بهتر هست. بحثی به عنوان جایز و ناجایز یا این که صحیح و باطل ما به هیچ عنوان نداریم. به طور مثال شما تصور بکنید که مهمترین بحثی که در اختلافی که در نماز یعنی در میان مذاهب وجود داره رفع یدین هست. احناف معتقدند که رفع یدین نباید صورت بگیره، فقط در ابتدای نماز رفع یدین بکنند و مذاهب دیگر در هنگام رفتن به رکوع و برخاستن از رکوع و برخاستن از التحیات اول گفتند که رفع یدین باشه. خب این یک شدیدترین اختلافی است که در این زمینه وجود دارد. یا مثلا درباره خواندن سوره فاتحه در نمازهایی که پشت سر امام نماز میخونند، این شدیدترین اختلافی هست که در باب نماز وجود داره. اما هیچ یکی از ائمه، نه احناف، نه شوافع، نه مالکی ها و نه حنفی ها این فتوا رو ندادند که نماز طرف مقابل باطل هست. این تا حالا هیچ یکی امام ابو حنیفه نگفته که نماز امام شافعی باطل هست. امام شافعی نگفته که نماز امام ابو حنیفه چون که دستاش بلند نکرده باطل هست. تمام اینها برمیگرده به این که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرمایند که رفع یدین، بلند کردن نماز دستها در نماز، هم در ابتدای نماز و هم در هنگام رفتن به رکوع یا برخاستن از رکوع جایز هست. این بحث جوازش هیچ گونه شکی وجود ندارد. اما میگند که این دستها را بلند نکنند بهتر است، به خاطر روایاتی که این بزرگواران داشتند و از دیدگاه اون ائمه در واقع این روایات مورد وثوق هستند و عمل بکنند. امام دیگری شاید این حدیث رو مثلا وقتی به اون رسیده از نظر سندی مشکل داشته و صحیح نیست، میبینیم که این امام بر این مقتضا در واقع عمل نمی‌کند. پس بنابراین تمام اختلافاتی که در دایره فقه اسلامی وجود داره بحث اولا و عدم اولا هست، بحث جواز و عدم جواز نیست. در جوازش همه متفق هستند، منتها بعضی میگویند که دستها رو بلند بکنید بهتر هست و جمهور میگویند که رفع یدین بشود و برخی میگویند که نه، اگر رفع یدین نکنید بهتر هست. در جوازش هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد و علت اختلاف و تفاوت فتوایی که وجود دارد از نظر شرعی هر مجتهدی مکلف هست بر اساس اون علم و تحقیقی که به اون رسیده باید عمل بکند. این علت اختلاف و تضاد هم به اینجا هست که چون که این حدیث بنابر یک تحقیق یک عالمی کرده برایش قابل استناد نیست، به اون حدیث استناد نکرده، پس بنابراین اختلافات فقهی در فروع فقهی به وجود آمده. اما در جوازش و در اصل صحتش هیچ گونه شک و تردیدی و اختلافی در حد جواز و عدم جواز در میان فقه اسلامی ما نداریم.